کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی روز 7 نوامبر و صبح 8 نوامبر در جمهوری چندین حالت آمدن سیل، سنگریزی و زمین لرزه ثبت شده. ریختن برف باعث منع حرکت نقلیات بورکش در شهرهای دوشنبه خوجند چنوق شده است. خوشبختانه کسی در این آفت‌ها آسیب ندیده، یگان جا خراب نشده است. از جمله صبح 7 نوامبر تقریبا ساعت 07:27 در محله قلته‌های جماعت آب گرم در کنار شهر روغون یک قسمت راه محلی بر اثر بارشات شدید فرو رفته است. در حال حاضر رفع نقلیات توسط راه علاوگی صورت میگیرد. کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده شهر روغون کارها را برای برقرار کردن راه شروع کرده است. همان روز تخمینا ساعت 2:50 در کیلومتر 73 راه وحدت رشت لخش در حدود جماعت 30 چراغ در کنار شهر روغون سنگریز به عمل آمده. این قطعه راه را بست. کارمندان وزارت نقلیات عاقبت‌های این آفت را برطرف و راه‌ها را باز کردند. صبح 7 نوامبر ساعت تقریبا 08:27 در تاجیکستان زمین لرزه رخ داد. شدت این آفت طبیعی در مرکزش 270 کیلومتری جنوب و شرقی شهر دوشنبه در قلمرو افغانستان 3-4 بال را تشکیل داده. در شهر خاروخ 3 بال بوده است. در نتیجه این زمین لرزه کسی آسیب ندیده است و منزلی هم ویران نشده است. ساعت 16:26 یک ساکن کوچه سینای شهر دوشنبه به قسم نوبتداری زنگ زده خبر داده است که به سبب بارشات زیاد آب تاخونش را پر کرده است. کارمندان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده با استفاده از موتورپمپ‌ها آب را از تاخونه بیرون کشیدند. صبح 8 نوامبر سال 2022 تقریبا ساعت 05:50 بارشات شدید باعث آمدن سیل در کیلومتر 352 راه دوشنبه کلوب درواز در حدود دهه عمرک جماعت قلعه خمینوی درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. در نتیجه راه موقتا بسته شد. کارها برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی در عمرک ادامه دارد. صبح 8 نوامبر تقریبا ساعت 06:05 سنگریز در کیلومتر 447 راه درواز ونج خوروغ در حدود دهه خیخک جماعت یزگولام نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان باعث موقتا بسته شدن راه شد. کارها برای رفع عاقبت‌های سنگریز ادامه دارد. بنا به اطلاع شرکت اینوایت ترو سولوشنز که مسئولیت نگهبانی شورای پولکی دوشنبه خوجند چنوق را در دست دارد، به حالت صبح 8 نوامبر این راه برای روی ماشین‌های فوره و ماشین‌های بارکش پریتسپدار بسته بوده. باقی واسطه‌های نقلیات می‌توانند حرکت کنند.